والکتاب المستور النور علی النور فی التخیاء دنجور علم الهدى و مجل العما و السبب المتصل بین الارض و السماء و بابک منه یعطا الذي به يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا خدا انشاءالله ظهور آقای ما مولای ما ولی نعمت ما اولا به تصرف ما اولا به انفس ما امام زمان ما را نزدیک گرداند. صلوات بلندی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد عجل. خدا انشاءالله به ما توفیق بدهد انشاءالله در ظهور امام زمان با امام زمان باشیم. خدا به ما توفیق بده انشاءالله تا زمانی که زنده ایم حضرت ظهور کنه. و اگر قضا و قدر الهی بر این قرار نگرفته باشد که در زمان حیات ما حضرت ظهور کنه، پس از مرگ انشاءالله رجعت کنیم بیاییم این قابلیت رو داشته باشیم کنار مهدی فاطمه باشیم. صلوات دوم رو بلندتر ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا به ما توفیق بده از کسانی باشیم که تو قلب امام زمان جا دارن، از کسانی باشیم که امام زمان آنها را دعا میکنه، از کسانی باشیم که امام زمان قبل الموت عند الموت بعد الموت در فکر اونهاست. صلوات سوم رو بلندتر ختم بفرمایید. ما یک شنبه شبها درس اون عالم زر اولاست. عالم زر اولا یک مسئله‌ایه که اثباتش برای 60-70 سال قبل یک کمی مشکل بود، یک کمی نه زیاد، اما الان با پیشرفت علم مخصوصاً پسیکولوژی، روانشناسی، روانپزشکی، پاراپسیکولوژی، پسیکوفیزیک مسئله رو سهل و آسان کرده. درسته بعضی از فیلسوف‌های ما اینها بدون هیچ دلیل از آیات و روایات منکر عالم زرند. خوب متوجه میشید چی میگم؟ این همه روایات ما داریم و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم الست بربکم قالوا بلی، که میگن این شهودی و حضوری بوده، در برابر ذات اقدس الهی بودن. خدا فرمود الست بربکم، همه جواب دادن قالوا بلی. آقا شما میبینید مثلا فلان فیلسوفی که ما بهش احترام می‌داریم مسلمه، اما چون این آقای فیلسوف
یه فیلسوف بالاتر قبلش عالم ذر رو منکر بوده. این میاد چیکار میکنه؟ آیات و روایات رو کنار میذاره، فرمایشات اون بزرگوار رو میگه. متوجه میشید چی میگم؟ به هر حال ما کسایی رو داریم که الان هم همینطورند. اینا عالم ذر رو قبول ندارند، اما اثبات عالم ذر الان راحت تر از گذشته است. یعنی یاد فرمودید چی خدمتتون میگم؟ این مسئله روح و روان. من یادم سال 1350 مارکسیستا، کمونیستا، اومانیستا، این ایستا و ایسمها، اینا اکثرا روح رو قبول نداشتن. اما الان اگه کسی بگه من روح رو قبول ندارم، میگن بی سوادی. چرا؟ برای اینکه دانشگاهی نیست در دنیا که رشته روانشناسی نداشته باشه. تا اونجایی که من تحقیق دارم، کتاب در عالم ذر، باره عالم ذر نوشتم و میتونم بگم اولین کتاب مستقل درباره عالم ذر اولا رو بنده نوشتم به نام عالم ذر اولا. اینه یاد فرمودید؟ این کتاب البته جمع آوری آیات و روایات و نظریات علما و دانشمندان شیعه است. تا اونجا که من مطالعه دارم ادیان الهی همشون بدون استثناء معتقد به عالم ذرند. شعور صحف ابراهیم رو بخون، زبور داوود رو بخوان، انجیل مسیح را بخوان، تورات موسی را بخوان، کتاب حزقیل را بخوان، کتاب دانیال رو بخون. هست اینا الان تعریف شده است. انجیل برنابا رو بخون، انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، همه رو بخون. هست کتابش. عالم ذرورا رو اصلا اثبات کردن، مخصوصا انجیل برنابا و تورات. این که شما دارید در تورات مقدس و انجیل که در مکاشفات هست که آدم ابوالبشر یه دفعه در بهشت حضرت فاطمه رو میبینه. خب آدم کجا؟ تولد فاطمه کجا؟ خب متوجه میشید چی میگم؟ تمام این کتاب عالم ذر رو قبول دارم بدون استثناء و الان هم مسیحی ها قبول دارن، هم یهودی ها قبول دارن، هم مسلمان ها قبول دارن، هم شیعه ها قبول دارن، هم سنی ها. ببین وقتی که من میگم سنی ها، شما فردا یه سنی رو پیدا نکنید تو خیابون آقا عالم ذر میدونید قبول دارید. او چه میدونه عالم ذر چیه؟ برو کتاب امام فخر رازی، تفسیر کبیر امام فخر رازی که ما هم اینجا داریم مطالعه کن. ببین در ذیل آیه 172 از سوره اعراف چقدر احادیث آورده درباره عالم ذر. به هر حال علم جدید داره پی میبره به عالم ذر اولا. لذا من یکی دو مورد امشب براتون میخونم به شرطی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستی. در کتاب روح نوشته کلن روکا صفحه 110 تحت عنوان یک واقعیت عجیب. نیاز فرمودید چی میگم؟ خود این کلن روکا یکی از کسانی که در هیپنوتیزم ید بیضایی داشته. هیپنوتیزم، مانیتیزم ید بیضایی داشته. البته این رو خدمت شما میگم اینا همه مسائلی که یاد گرفتن بیان میکنن از
دانشمندان اسلامی بوده. موقعی که دانشمندان اسلامی در اسپانیا بودند و قسمتی از اروپا در اختیارشون بود، این از دانشمندان اسلامی یاد گرفتن. به هر حال در کتاب روح صفحه 110 تحت عنوان یک واقعیت عجیب می نویسه: سرگرد وولزلی تو دوز بول، یه افسر ارتش انگلیسه، میگوید هنگامی که در مصر بودم، وقتی برای تماشای آثار باستانی مصر به معبد معروف کارناک رفتم، ضمن بازدید از صفه‌ای مثلا از سالونی که سابقا برای کاهنان مصری بسیار متبرک بوده است، یه آقای سرگرد وولزلی میگه من مصر بودم، واردی سالونی شدم، تا به حالم تو سالون من نرفته بودم و این سالون برای کاهنان مصر قدیم مقدس بوده به نام صفه کارناک. من خودم اینجا رو رفتم، البته یعنی من مصر رفتم. میگه وارد این سالون که شدم، ناگاه احساس کردم تمام وجودم را برقی گرفته. تمام وجود من لرزیدم، حس کردم که این سالن رو من دیدم، نه الان، نه دیروز، نه پریروز، قرنهای قبل این سالن رو دیدم. من اینجا اومدم. بله، میگه برق گرفت و به دنبال آن در دریای از بهت و حیرت غوطه‌ور شدم. حالت غریبی به من دست داده بود و تهاجم افکار همچون نیروهای الکتریکی سراپایم را زیر فشار گرفته بود و در این وقت چندان ادامه یافت تا آنکه دریافتم از بعد زمان خارج شدم. دیدم از بعد زمان چی؟ خارج شدم و در قرون و اعصار گذشته سیر کردم. دیدم اینجا رو قرون قبل من آمدم دیدم، اعصار گذشته آمدم دیدم، گویی چند هزار سال قبل است و من در این تاریخ در همین معبد روی صفه ایستادم و گروهی از کاهنان عالی قدر در حالی که به تلاوت و دعا و ثنا مشغولند به گرد آن صفه طواف میکنند. دیدم که من رفتم 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، رفتم چند هزار سال قبل که من اینجا بودم. من کاهنان رو میدیدم که در اینجا چیکار میکردن؟ طواف میکردن، دعا میخوندن، ثنا میخوندن. منم بودم، من دیدم همه اونها رو. نیت فرمودید؟ بله. بعد حالا مسائلی میگه. حالا این یکی میگه از اینجا به بعد چون نمیدونن عالم زر چیه، میان به محمدگویی میپردازن. من یه سری عکس دارم، یه بنده خدایی بود در هیپنوتیزم کردن خیلی قوی بود، عکساش از بالا دارم من. چند تا جوان ایستوند و یکشون هیپنوتیزم کرد، هیپنوتیزم شد و خب در اختیار این قرار گرفت. من هیپنوتیزم کردن حرام میدانم. متوجه میشید چی؟ چرا؟ برای اینکه وقتی که شما یک نفر رو هیپنوتیزم میکنی، تصرف در تمام وجود اون میکنی. هر کاری که تو بگی اون میکنه.
غلام تو میشه، برده تو میشه. میگه حرف بزن حرف میزنه، میگه حرف نزن حرف نمیزنه. حتی ما داریم کسایی هیپنوتیزم کردن، بهش گفت اسمت چیه؟ گفت مثلا هوشنگ. گفت از این بعد اسمت تو هوشنگ نیست، اسمت بیژنه، اسمت بیژنه، اسمت بیژنه، اسمت بیژنه. بعد دیگه هر وقت تو همون هیپنوتیزم که بود میگفتن هوشنگ جواب نمیداد، میگفتن بیژن، میگفت بله. میگفتن اسمت چیه؟ میگفت بیژن. حالا اینا درس بدیم براتون انشاءالله چهارشنبه روانشناسی اسلامی. حتی شما میتونید یک نفر هیپنوتیزم کنید، یه کارت بدی دستش بگی برو این نفر رو بکش، که تصرف در روح و روان دیگرانی که حرامه. خوب متوجه میشید چی میگم؟ وقتی تصرف که میکنه چه کار میکنه؟ طرف رو میبره گذشته، میگه 10 ساله شدی، کجا هستی؟ میگه دبستانم. کلاس چندی؟ کلاس سوم. میگه خب کی کنارت نشسته؟ اسم رفیقی کلاس به حساب سومش رو میگه، میبرش عقب‌تر، میگه الان قنداقی هستی، 6 ماه هستی. شروع کنه اوه کردن. 8 ساله هستی، کی برات قصه میگه؟ مامان بزرگ. قصه های مامان بزرگ رو بگو. شروع میکنه تعریف کردن. اینا که هیپنوتیزم میکنن میبرن قبل از شیرخوارگی و میبرن عالم زر. وقتی میبرن عالم زر خودشون نمیدونن اینجا کجاست. اون بنده خدا رو تحت فرمان خودشون میگیرن، هی بهش تلقین میکنن که تو 800 سال قبل کجا بودی؟ و هم چرت پرت میگه به تناسخ. میگه بله من 800 سال قبل توی گردهات افریقا زندگی میکردم، اونجا کشاورز بودم. به جرم چرت پرت گفتم، تلقین میکنه. گفتم من عکساشو دارم. آقای این افسر سرگرد وولزلی پول، ایشون میگه من رفتم 1400 سال 2000 سال قبل 3000 سال قبل قرون قبل که در صفه‌ای در یکی از معابد مصر دیدم. اینجا من میشناسم اصلا، همین الان هم هستن، خیلی هستن که الان تو عالم زرن، ولی نه با جسم، روحن به این دنیا میان. متوجه میشه چی میگم؟ همینطور یه نفر بخواد میتونه از این عالم بره کجا؟ عالم زر. همینطور که آقای وولزلی پول رفته بود عالم زر، همه برام آشنا بود، همه چیزش آشنا بود. یه نمونه دیگری من بخوام برای شما بگم، باز از همین کتاب روح هست، صفحه 10 مسئله رو مطرح میکنه، به شرطی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستی. کشیش انگلیسی میگه که ایشون میره، این پدر مقدس می نویسد وقتی برای اولین بار از انگلستان خارج شدم و به ایتالیا و به شهر روم رفتم، هنگام بازدید از خرابه های روم قدیم ناگهان احساس کردم که من با این ساختمان ها که اینک آثاری از آنها باقی مانده است غریبه نیستم و گویی سالهای دراز در کنار آنها زندگی کردم. آثار قدیمی مال 2000 سال 3000 سال 4000 سال مال روم، اینا قدیمی، من با اینا بیگانه نیستم، من اینجا بودم، من اینا رو دیدم. خود متوجه چی میگم؟ من اینا رو دیدم. به خصوص موقعی که تماشای دخمه ها و محل قبرهای قدیمی رومیان رفتم، تمام جزئیات مربوط به آن دخمه ها
و قبرها را برای دوستم که با من آمده بود تعریف کردم. میگه خب من تنها بودم با دوستم، تا حالا من روم نیومده بودم، مخصوصا تو این سالونا، تو این ساختمونا، تو این دخمه ها نیومدم، قبرها نیومده بودم. میگه شروع کردم تمام خصوصیات حتی صاحبای قبرها رو گفتم که اینجا قبر کی بوده، اینجا قبر کی بوده، اینجا قبر کی بوده. قبرهایی که حالا چند سال قبله، قرونها، خودش به قرونهای قبلی. اینه یاد فرمودید که با من آمده بود تعریف کردم به طوری که او از سخنان دقیق من حیرت زده گردید و اتفاق افتاد که در ایتالیا من و آن دوستم بازدیدی هم از دلیترهد به عمل آوردیم. من تا آن روز ابداً به آنجا نرفته بودم و تماشای آن مکان علل خصوص برای رفیقم بسیار جالب بود و از روی مطالبی که درباره آن خوانده بود به من گفت باید یکی از جاده‌های قدیمی رومیان در این نزدیکا باشد. گفت کتابا رو خونده بود، گفت یکی از جاده‌های قدیمی رومیان باید باشه. گفت میدونم، بیبریم به نشون بدم، بیبریم به من نشون بدم. نه فرموده چی میگم؟ من بیدرنگ مانند آن که همه چیز را میدانم در جوابش کدم درستم و شروع کردم به شرح و تفسیر و همه چیزای اون جاده رو گفتم. بگه این تعجب کرد، این از کجا میدونه این مسائل رو؟ و از روی نشانی های دقیقی که دادم خیلی زود توانستم آن جاده قدیمی را پیدا کنیم و همین که به آن رسیدیم بی اختیار و غفلتاً به خاطرم آمد که من قرنها قبل از همین راه عبور کرده ام. موضوع قابل این مال علامه حلی نیستش که، حالا علامه بحرالعلوم که دیگه کشیش مسیحیه و مثل شاگرد مدرسه‌ای که قسمت‌هایی از درس به خاطرش نیامده به خود فشار می‌آورد تا آنچه را کردم دوباره به یاد بیاورم. یه فشار می‌آوردم به خودم، هی به یاد می‌آوردم، هی به یاد می‌آوردم، هی به یاد می‌آوردم. ما در درس‌های گذشته به شما گفتیم شما زنجی بریم مشهد یه آقایی رو می‌بینی، می‌بینی از این خوشت میاد، بعد من اینو دیدم، اما کجا دیدم؟ این در عالم زر اولا دیدی، الان یادت نیست. از تمام کسانی که خوشتون میاد شما در عالم زر اولا ازشون خوشتون میامده. از تمام کسانی که بدتون میاد در عالم زر اولا از اونها چی؟ متنفر بودید. یعنی یاد فرمودید چی میگن؟ مثل تمام آدرس رو دادم، همه چی جاده رو گفتم، چند کیلومتره، چجوری بوده، کفش چجوری بوده، چه مساله‌ای بوده و همین که با آن رسیدیم بی اختیار و غفلتاً به خاطرم آمد. میگه مثل شاگرد مدرسه‌ای که مطلب یادش رفته خودش به جار میاره به یادش کرد، یکی به یادم آمد. چند روز بعد یکی از کشیشان محلی به دیدن ما آمد و گفت اگر علاقه‌مند، خب کشیش بوده خودش دیگه، اگر علاقه‌مند به تماشای آثار و بناهای رومیان قدیم هستید در سه فرسنگی محل سکونت شما قلعه‌ای است و مخروبه است که تقریباً محفوظ مانده و چنان که موافق باشید می توانیم در آن قلعه گردش کنیم. متوجه میشید؟ حالا هفته بعد براتون میخونم. یه بنده خدایی به نام آقای حاج شیخ موسی زنجانی مکه آمد 252. دفعه اولش هم بود. این تمام کوهای مکه رو بلد بود، تمام محلهای مسجد النبی رو بلد بود، مسجد الحرام رو بلد بود.
حالا این هفته بعد براتون اونو میخونم که تو اینا را کجا میدونی؟ میگه من زمان پیغمبر اسلام به حج آمدم، البته نه با این بدن. با چی؟ با روح، با اون بدن ذره‌ای. خب متوجه میشه چی میگم؟ با اون بدن ذره‌ای. میگه این آقای کشیش آمد به ما گفت آقا، گفتیم بله، گفت در 3 فرسخی شما یه قلعه قدیمی هست، شما خیلی علاقه مندید، ببینیم اونجا هم بهتون نشون بدم. گفتم بریم. گفت مخروب است اما خیلی جاش مونده، چنان که موافق باشید میتوانیم در آن قلعه گردشی بکنیم. و بعد آن کشیش اضافه کرد که او خاطره روشنی از این قلعه در هنگام آباد بودن آن دارد و احساس میکند سالها در همین قلعه زندگی کرده است. تا که بوده من جو زندگی میکردم کی؟ قرنهای گذشته، نما این بدن. نکته‌ای که کشیش گفت بی اندازه توجه مرا به خود جلب نمود و به اتفاق دوستم و او همگی به آن قلعه مخروبه رفتیم. کشیش همین که به گوشه ای از قلعه رسید گفت سابقا اینجا مناره‌ای بوده که اکنون افتاده و بقایای آن را روی زمین ملاحظه می‌فرمایید. من به خوبی به خاطر دارم که در این مناره سوراخی بوده که دکلی در آن نصب می‌کردند و کمانداران رومی از آن بالا می‌رفتند و در سبدی که از چرم ساخته بودند قرار می‌گرفتند و به دیدبانی می‌پرداختند. خب گرفتی چی میگن؟ گفت بله اینجا مناره‌ای بوده، مناره خراب شده، بالای مناره دکل بوده، دکل یه دونه به یه سبد زنبیل مانندی بوده، چرمی بوده، تیراندازهای رومی میرفتن تو اون با تیر و کمان که اگر دشمن حمله کنه بزنن. میگه بس که همه به یادم اومد. یعنی چی میگن؟ لا اله الا الله. یه صلوات بفرستید. و به دیدبانی میپرداختن. کشیش میگفت تمام این صحنه ها را من آنقدر روشن و زنده میبینم که گویی همین دیروز از آنها بازدید کردم. مثل که دیروز من اومدم دیدم. و موقعی که من و رفیقم به بررسی خرابه های قلعه و مناره سرگرم شدیم دیدم آنچه او درباره سوراخ نوک مناره و محل سبد چرمی گفته بود کاملا درست است. دیدم دروغ نمیگه، هر چی که میگه درسته. یعنی یاد فرمودید هر چی که میگه درسته. یا شما همین آقای، البته این رو به شما بگم، این آقای روکا، ژنرال روکا که روانشناسی کار میکرده و کتاب روح رو داره، البته گفتم سوادا اینا ناقصه، مثل همین روانشناسایی که ما الان در دنیا داریم سواداشون چیه؟ ناقصه، سواداش ناقصه. باز در همین کتاب روحی که آقای کلنل روکا نوشته قصه ای رو مطرح میکنه. این رو برای شما خوندم، ولی برای اینکه باز بتونیم نتیجه بگیریم یک بار دیگه اون قصه رو من برای شما بازگو میکنم، به شرطی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. بله، این آقای کلنل روکا در کتاب روح صفحه 9 میگه دختر خانومی دوشیزه 18 ساله موسوم به جوزفین، میگه این خانوم من خواب هیپنوتیزمی کردن. خواب هیپنوتیزمی کاری نداره ها، اما حرامه.
یه صلوات بفرستید. من اولین نفری که در فرانسه خواب هیپنوتیزم میکرد یه شخصی بود نام رومان کاخال که خیلی از مریض ها رو هم به وسیله این چیکار میکرد؟ مداوا میکرد. اما اینجوری خدمت شما میخوام بگم که این عمل مثل این میمونه کسانی که دوپین میکنن، بعد از دوپین بدنشون چی؟ افت میکنه، سست میشن. ضربه های روحی هم داره، عنایت فرمودید؟ ضربه های روحی هم داره. حالا از ایناش که بگذاریم میچه روح طرف رو در اختیار میگیری و همه چیشو به تو میگه، همه چیشو برای تو میرده رو دایره. خب متوجه بشید چی میگم؟ یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه بنده خدایی بود این هیپنوتیزم میکرد. این رفقای ما بهش گفتن که این فعلت حرامه. گفت نه. یه استادم داشت، از اون استادی یاد گرفت. بعد گفتن نه، گفت نه اشکال نداره. قدیما ضبط بود، این ضبطه که نوار بود دیگه. بعد آوردنش پیش یه بنده خدایی که من هیپنوتیزم کن منو بخوابون. اون که چه کار میکرد؟ خودش هیپنوتیزم کرد میخوابید. این تو چشم این که نگاه کرد یه دفعه این اونو خوابوند. ببین اون میخواست اینو بخوابونه ولی این اونو خوابونده. حالا ضبط هم گذاشتن. گفت برو عقب بردش آدم برزخ. گفت استادتو صدا کن. استادش صدا کرد آمد. گفت استادت بپرس که تو راضی هستی که او راضی هست که تو هیپنوتیزم میکنی؟ استاد گفت سوال کرد که استاد تو راضی هستی من دارم هیپنوتیزم میکنم مردم؟ گفت بنده غلط میکنم راضی باشم. من خودم غلط میکردم تو دنیا، روح مردم رو در اختیار میگرفتم. راحت میتونی شما یه نفر هیپنوتیزم کنی بفرستی خونه های مردم. خب متوجه میشید چی میگم؟ بعد اون وقت برش کردم بیدار شد. بیدار که میشه این همین که ما الان عالم زر اولا یادمون نیست، وقتی بیدار میشن اون چیزایی که در هیپنوتیزم دیدن یادشون میره. ولی ضبط گذاشته بودیم، ضبط رو باز کردیم، داشت گوش میداد، صدای استادش نمی آمد. از استاد سوال میکرد که راضی هستی؟ استاد گفت نه. بعد این آقای که رو خوابونده بود گفت استاد چی میگه؟ گفت استادم میگه نه من راضی نیستم. خود راضی میشی؟ یه عالمی داره برای خودش. این خانم جوزفین 18 ساله رو کلنر دوکا چیکار میکنه؟ خواب هیپنوتیزمی میکنه. من ارو میخونم که شما گوش بدید. یه صلوات بفرستید. یه صلوات دیگه هم بفرستید. بله میگه که جوزفین در خواب مغناطیسی بود. کلنل به او دستور داد متوجه دورترین ایام خاطرات کودکیش بشود و بلافاصله آثار این دستور در حالات و روحیه جوزفین ظاهر شد و شروع کرد به بازگو کردن قصه های شیرین دیوها و پریها که مادر بزرگش هنگام خردسالی برایش میگفت. کلنر روکا به کار خودش کاملا مسلط بود و طی تجربیات چندین ساله بارها افرادی را به دورانهای گذشته زندگی برگردانده بود و آنها را وادار ساخته بود تا اوضاع و احوال خودشان را از بد به تولد برای او حکایت کنند و جالب آن بود که هر کدام از آنها ضمن سیر در دوران گذشته
زندگی همین که به حوادث قابل توجهی برخورد می‌کردند، فوراً در همان وضعی که قرار می‌گرفتند که قبلاً با آن مواجه شده بودند. بردش جوزفین رو قبلاً. رسید به چی؟ گفت قنداقی هستی. شروع کرد عین قنداقی ها چی؟ گریه کردن. یعنی فرمودید. بعد ادامهش داد. اینجا داری میگه یه صلوات بفرستید. بله میگه از جوزفین میگفتیم که در حالت خواب مغناطیسی به دورترین خاطرات دوران طفولیت خود بازگشت. در اینجا کلنل بر نیروی مغناطیسی خود افزود و دختر را وادار کرد که از روزهای خردسالی باز هم به قهقرا بازگردد، برقبتر و تا ایام شیرخوارگی پیش برود. ناگهان حادثه عجیبی به وقوع پیوست و جوزفین که به فرمان کلنل تا لحظه های تولد در زمان به عقب برگشته بود، در میان سکوتی اسرارآمیز و نامفهومی گم شد و تا چند دقیقه به هیچ وجه به علائم خواب مغناطیسی جواب نداد. یه دفعه کلنل روح گم شد. کجا رفت روح؟ هم متوحش شد، وحشت کرد، هم متعجب که چی شده؟ کلنل که از این حادثه به کلی مضطرب شده بود، با یک احساس تقریبا مافوق بشری فوراً دریافت که جوزفین در زمان باز هم عقب‌تر رفته و ظاهراً به دنیای قبل از تولد خودش بازگشته است. حادثه خیلی سریع و حیرت انگیز بود و کلنل روکا بعدها نوشت در این آزمایش الاخر تیوم چرتفرد میگه والا زر نمیدونه چیه. چون عالم زر نمیدونه چرتفرد میگه. خب متوجه میشه چی میگم؟ اینی که این رو خدمت شما میخوام بگم. خب از نظر علمی که الان غربی ها بیشتر از ما دارن کار میکنن تو این زمینه. قبلا اونا از این نمیدونستن اینا چیه، اما الان اونا بیشتر از ما دارن کار میکنن که عالمی قبل از این عالم بوده است و هست و انسانهایی که الان به این دنیا می آیند از آن عالم می آیند. منتها نمیدونن اونا این عالم چیه. حالا زیاد وقتتون رو نمیگیرم دیگه، دیر شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.